جسد یک سرباز قوه‌های مسلح تاجیکستان را به نزدیکانش در نویه واسه دادند. عبادالله دادوف 18 ساله ماه نوامبر سال گذشته به ارتش رفته بود. لایق دادوف پدر عبادالله روز 12 اپریل سال 2023 به رادیوی آزادی گفت سبب مرگ پسرش به او معلوم نیست. تلاش‌ها برای گرفتن شهر مقامات نیز تا این دم بی نتیجه بود. لایق دادوف میگوید روز 9 اپریل امسال با پسرش تلفنی صحبت داشت ولی 2 اپریل جسد را گرفت. در صحبت تلفنی میگفت که وضع سلامتیش خوب است. نقل کرد او. عبادالله دادوف فرزند سوم خاندان بود و در یک قسم حربی در شهر وحدت خدمت میکرد. پدرش میگوید برای دقیق کردن مرگ عبادالله دادوف به مقامات عریضه نوشت. در همین حال که از نزدیکان عبادالله که جسد را دید است گفت از پشت سرش ضرب خورده بود. لایق دادوف این را رد نکرد اما گفت منتظر خلاصه رسمی میماند. چند ماه پیش جسد لطف‌الله دولت محمد 26 ساله را به نزدیکانش در نویه واسه سپرده بودند. مقامات آن زمان گفتند که وی از التهاب شش جان داد. بنا به گزارش حکومت تاجیکستان به سازمان ملل در 3 سال 2019-2021 زیاده از 100 سرباز نیروهای مسلح تاجیکستان اکثرا در حالتهای مرموز به هلاکت رسیدند. سبب مرگ اکثر آنها رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی، بدرفتاری با سربازان نوآمده و سوء استفاده افسران از مقامشان نام برده شده است. به گفته نماینده حکومت با وجود تلاش‌ها برای ریشه‌کن کردن بدرفتاری در قسمت‌های نظامی، ظهورات مذکور و پنهان کردن آن از طرف افسران همچنان وجود دارد. در مدت 3 سال 639 مقام رسمی و فرمانده تاجیک برای پنهان داشتن جنایت‌ها در قسم‌های نظامی به جوابگری کشیده شدند و یا تنبیه گرفتند، چیزی که حامیان حقوق نمایشی و تأثیرش را کم می‌دانند.